یک بتپرست همین تمام عمر همین خدمتی هم بتا میکرده است. یه روز گیزاله شید ای خونه سوخته گفت من دار و ندار من در تو صرف کردم فقط در خدمتی تو هستم همین یه مشکلی برای که حل نکنی اون کثافت ای تو چی فایده و منفعت ای اگر مشکل محل نکنی با همین پروردگار مسلمانان مراجعت همین شکر ایده چشم بینونه نشیده است میبردارش در عثمان بعد میگه نیدا میشوه بری نکده دوزخ پرتویدش ولی ما هیچ حساب کردگی نیستی ولی او زبان گویا و او قلبی مالامال ای محبت او دست پای گیرا که بهترین اکسکواتری جهان عملیات دست انسان کردن نمیتونه یک انگشت انسان عطا کردن نمیتونه ولی ما یه حساب کتاب نکردیم او گوشای زیبا و 366 رنگ پیوندی سالی بعد گریه میکنم پروردگار رو عفو خدایا عفو کن من میگه ای بنده آخه در میان هم مردم فاسق همین محبت عبادت در قلبی تو کی جو کرد میگه خدایا تو میگه کشتی غرق شید آخه صدها مریض مردن تو آوازی را نمیتونی ای خونه آباد ترا کی نجات داد پروردگار تو گفت آخه در میان یک بحر اقیانوس شور در همین 100 متر خرسنگ آب شیرین در بین بحر شور کی جوری کرد پروردگار تو و ای خونه آباد گفت کدام درخت هر روز میوه میته آخه این میوه ها موسمی هست یک سیزن میبنده و گفت تا سیزن دیگر هم تقاقه هر روز او انار را در او درخت کی میپزان پروردگار تو آخه همه را که من کرده باشم تو چی دعوا داری وقتی گفتم با فضل بدرو دیگر گردونی نکن با خدا قسم و این تعود نعمت الله فلا تحصوه اگر نعمت های پروردگار را شماره کنیم هیچ وقت به حسابش نمیرسیم تو آخر هیچ وقت حساب کتاب کرده نمیتونیم باید شکر گذاری این نعمت کنیم آخه این پروردگاری بزرگ و مهربانه که ماشاءالله در حدیث قدسی آمده است پیغمبر صلی الله علیه و سلم از نام الله عزوجلال حدیث بیان میکنه که من از پروردگار شنیدم که حضرت همین خیلی فرمود حضرت خداونده میگه انا عند ظن عبدی بی و انا معه اذا ذکرنی این حدیث متفق علیه حدیث قدسیه که بخاری و مسلم در صحیحین آوردیانش میگه که همین بنده هر وقتی که در فکر من است در گمانی و در فکر من میغلطه من در نزد شم و نحن اقرب الیه من حبل الورید در سوره قاف خداوند میگه ما با بنده از همین رگ گردنش نزدیکتریم هر وقتی که ذکر من هم میکنه بنده من میگه در حالش هستم در مشاهدهش هستم نگهش دارم چیکار میکنه گوشش کرده استم فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي اگر همین بنده مرا در دلش ذکر کنه در خلوت ذکر کنه منم در خلوت یادی همین بنده را میکنم ذکری همین بنده را میکنم محبت یا طرفان همیشه بچه محبت دو طرف داره یا دست صدو نداره تو دست نباشه آواز نمیبروید وقتی تو الله دوست داشتی با یقین بدون که خدا را تو دوست میداره و این ذکرنی فی ملئ ذکرته فی ملئ خیر منهم اگر همون بنده مرا میگه در یک مجموعه در یک جماعت در یک محفل مثل محفل خیر امروزه ما اگر یاد کنه من یادی او بنده را در پیش ملائکه با قرب که از اونا خیلی بهتر و خوبتر است در میکنم وقتی که بنده خدا را یاد میکرده است الله عزوجلال در میان ملائکه ها میگفته است که ای ملائکه ها دیده شما میگفته که در روی زمین آدم خلق نکه انسان خلق نکه که خونی بنا حق میریزن فساد پهن میکنن این بنده مرا ببینه دنیا همه شیرینی داره لذت داره به خاطر من شده از تنعم دنیا رو میتوبه بوزن در تلویزیون کینوی خوب رفته است یا فوتبال رفته است میگه ساعتی نماز که هست ای باری هم میگذره و میاد سر در سجده میگذاره لق گپ دنیا بسیار است اگر که گپ زنی تمام عمر کفایه نمیکنه اما بنده سعی میکنه که وقتی خودش با ذکر یاد من بگذرونه دیده که این بنده چقدر قدر منزله داره در پیش من همین خداوند یادت میکرده است همون خیلی ذکرت میکرده است این محفلای خیر با خدا قسم نتیجه های بزرگ دارند بعد در دوام حضرت خداوندی گفته است
و این تقرب الی عبدی بشبر تقربت الیه ذراعا. اگر همی بنده به سوی من همی یک نزدیک شود، همی یک وجه قربت بجوید، من دیگه یک ذراع یک گز به سوی او نزدیک میشم. و این تقرب الی ذراعا تقربت الیه باعا. اگر یک ذراع یک گز بیاید پیش، گز لوکت، من دیگه یک قلاچ به بنده نزدیک میشم. و این آتانی یمشی آتیته هرولتن. اگر بنده میگه به سوی من حرکت کنه، اینمی آسته رحمتی من، عطای من، بخششی من به سوی بنده شتابان میروند، دویده میروند، میگه آغوشش میگیرن. الله اکبر. این خیلی اللهی بزرگ داریم. افسوس صد افسوس که هنوز هم به قدر نعمتاش نمیرسیم، هنوز هم شکرانش به طریقی باید شاید انجام نمیتیم. خدا رحمت کنه حضرت شیخ سعدی را. میگه مغ در بروی از جهان بسته بود، به تیر و به خدمت کمر بسته بود. یک بود پرست، همین تمام عمر همین خدمتی هم بته میکرد است. ای همین دنیا همه رو توفتگی و دار و نداشت در هم بد صرف میکرده، خدمتی بته میکرده. پس از چند سال آن نکوهیده کش قضا حالت صعبش آورد پیش. یک سال یک مشکلی سخت، یک پرابلم سخت در بلوش میلاته، در یک مشکلی گرفتار میشود، با پای بتندر به امید خیر بغلطید بیچاره در خاک دیر. که در مانده ام دستگیر سنم. میگه در آن پیش بد مزانو غلطید، گریه و فیغان برداشت، سر در سجده مانده است. که در مانده ام دستگیر سنم، با جان آمدم رحم کن بر تنم. که ای بد همی قصری سال من خدمتی تره کردم، اگه امروز روزی دستگیری تای همی ورطه و همی مشکلی نجاتم بده. بزاری در خدمتش بارها که هیچش به سامان نشد کارها. هر قدر جان سیاه کرد، هر قدر گریه و فیغان کرد، آقا ایده سیاه بطی خونه سخته چکار میآید؟ با تیچم برارد مهمات کس که نتواند از خیش راندن مگس. او لعنتی یک پشه را ایخدش رانده نمیتونه، پشه و مگس ها میاد در بلای سرش میشینن میرینن، از دست او چکار میآید آخی؟ بعد گیزله میشود. برا شفت که ای پایبند زلال، با باطل پرستیدم از چند سال. محاله که در پیش دارم برار، وگر نبی خواهم زی پرستیدار. یه روز گیزله شید، ای خونه سخته گفت من دار و ندار من در تو صرف کردم، فقط در خدمتی تو هستم. همین یه مشکلی برای که حل نکنی او کسافت ایتی چی فایده و منفعت ای؟ اگر مشکل حل نکنی با همین پروردگار مسلمانان مراجعت بکنم.